چه می شود اگر به شما بگویم که عظیمترین و مرموزترین پدیده های کیهان اصلاً چیز نیستند؟ یعنی جسم مادی به اون شکلی که ما تصور میکنیم ندارند. به نظر میرسه این موضوع حسابی کنجکاوی شما را برانگیخته. امروز میخوایم با هم بفهمیم این پدیده های عجیب، یعنی سیاهچاله ها، دقیقاً چی هستند، چطور مثل هیولاهای کیهانی متولد میشن و چه فیزیک دیوانه‌واری در اطرافشون حاکمه. و از همه مهمتر میخوایم ببینیم چه ذهنهای درخشانی قدم به قدم درک ما رو از این ناشناخته ها شکل دادن. سوال اینه که این فرو ریختن تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ ته این چاه بی انتها چیه؟ این سوال ما رو به یکی از عجیبترین مفاهیم فیزیک میرسونه. تکینگی گرانشی یا Gravitational Singularity. تکینگی نقطه مرکزی سیاهچاله است. طبق نظریه نسبیت عام، اینجا جاییه که تمام جرم سیاهچاله در حجمی معادل صفر فشرده شده. Wormhole، یک ورودی و یک خروجی که میتونه دو نقطه خیلی دور در کیهان یا حتی دو جهان موازی رو به هم وصل کنه. این دیگه واقعاً وارد قلمروی علمی تخیلی میشه، ولی ریاضیاتش روی کاغذ درسته. این سوالی است که میتونی در موردش بیشتر فکر کنی. لطفاً این ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید و ما رو هم سابسکرایب داشته باشین تا یک سایسکوپ دیگر. بدرود.